الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. با قرآن چه قسم زندگی کنیم؟ و حالا فعلا ما و شما با سوره های قرآن چه قسم زندگی کنیم؟ با سوره فاتحه. سوره فاتحه را خلاص میکنیم. سوره فاتحه را میخونیم. ما و شما اول گفتیم با احساس توحیدی، دوم با دعا و ثنا و استعانت و طلب هدایت، سوم با مناجات و سخن گفتن با الله، چهارم گفتیم کل دین، خلاصه تمام دین در سوره فاتحه و بالاخره باز در یک آیتی که ایاک نعبد و ایاک نستعین بود. و آل ششمی میاییم دهی که تمام هدف انسان که انسان وقتی زحمت میکشد، درس میخونه، نظام الله را تطبیق میکنه، حکم الله را تطبیق میکنه، میخواد که جهاد بکنه، میخواد شهادت حاصل بکنه، میخواد که بیرق اسلام، خلافت اسلام در زمین الله تطبیق بکنه. مجموع تمام هدف انسان خلاصیش چی هست؟ هدف انسان چی هست؟ هدف انسان کلش در سوره فاتحه هست که اهدنا الصراط المستقیم، هدایت. یا الله ما علم میخوانیم، درس میخوانیم، قرآن میخوانیم، سنت میخوانیم، عبادت میکنیم، کلش که الله متعال ما را هدایت بکنه. هدایت علم، باز هدایت توفیق، باز هدایت ثبات. هدایت علم که الله ما را علم نصیب بکنه. وقتی قرآن و سنت یاد گرفتیم، اهدنا الصراط المستقیم در هر رکعت نماز از الله خواسته میریم که ما را هدایت بکنه. وقتی که هدایت شدیم به قرآن و سنت، به عقیده توحیدی، باز دعا میکنیم که یا الله ما را هدایت توفیق نصیب بگو که ما توفیق زیر داشته باشیم که آنچه در قرآن و سنت است به او عمل بکنیم، عقیده خدا و فکر خدا مطابق از او جور بکنیم. و وقتی که این شد حالا چی میکنیم؟ حالا بالاخره باز میگیم که یا الله ما را ثابت قدم بگردان، یعنی که از این راه مستقیمی که روان هستیم از این ما را منحرف نساز. سه آیت اول قرآن چی هست؟ سه آیت اول سوره فاتحه چی هست؟ سه آیت اول سوره فاتحه معرفت الله هست. در سه آیت اول چی هست؟ معرفت الله هست. بسم الله الرحمن الرحیم، بشناسی که الله خالق ما هست، رحمان است، رحیم است، حمد مخصوص از او هست، رب العالمین هست، الرحمن الرحیم است، مالک یوم الدین است. این آیات کلش چی میکنه؟ الله را بر ما معرفی میکنه. یعنی بشناس الله را بشناس. اینی صفات داره، نامش الله هست، نامهای دیگر را برش استعمال نکن. عبادت مخصوص از او هست، پس عبادت تا مخصوص از او بکن. نعمتهایش بسیار وسیع هست برای تمام مخلوقات، نعمتهای خود حتی برای دشمنهای خود میرسانه. ای کریمی که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که بر دشمنان نظر داری. پس الله سبحانه و تعالی الرحمن است، الرحیم موصل الرحمه، این رحمت خود بر بنده های خود میرسانه. بشناس الله را. مالک یوم الدین است، در روز قیامت هیچ کس مالکیت نداره. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. بشناس الله را. وقتی که الله را شناختی، آیت دیگه میگه که آیت پنجمی، آیت اول و دوم و سوم و چهارم یا کلشان چی بود؟ معرفت بود، معرفت الله. بشناس الله را. سوره فاتحه برای ما میگه بشناس الله را با اینی صفات. باز در آیت دیگه که است میگه که ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اینجا چی هست؟ اینجا برای ما این آیت شریف عمل یاد میده. وقتی که الله را شناختی، عبادت مخصوص الله بکن. ایاک نعبد، عبادت مخصوص الله بکن و استعانت و کمک از الله بخوای. اذا استعنت فاستعن بالله. وقتی که استعانت میخواستی، استعانت از الله بخوای.
خصوصا در اموری که در اسباب است و ما فوق اسباب از الله استعانت بخوای. باز در مسائل اسباب میتونی که در عالم اسباب به اندازه توانایی مخلوق از مخلوق هم استعانت بخوای، لکن اصل عبادت برای کی بگو؟ به الله بکن. پس اینجا این آیت شریف برای ما چی درس داد؟ آیات اول معرفت الله، آیت ششم که اهدنا الصراط، پنجم که ایاک نعبد و ایاک نستعین است، این برای ما چی درس میده؟ این عمله که چه قسم عمل بکنیم، یعنی هر کار خود عبادت خود برای الله بکنیم و هر کار خود به استعانت و کمک الله، هر کار خود به کمک الله بکنیم، این عمل است. و هر عبادت خود مخصوص الله بکنیم. خب آیت بعدی باقی مانده آیت سوره فاتحه برای ما چی دست میده؟ معیار احسان، معیار شناختن الله چی هست؟ معیار شناختن الله ای است که تو به الله رجوع بکنی که الله تو را راه درست برای تو هدایت بکنه، راه محسنین برای تو هدایت بکنه. آن وقتی که ما میخوایم بشناسیم، متوجه شدین؟ حالا میخوایم که بشناسیم، وقتی میخوایم الله را بفهمیم، معیارهای عمل کردن الله را شناختیم، عمل فهمیدیم، با کدام طریق و با کدام اسلوب و با کدام روش اما معیار و طریقیش بر ما نشان میده. اینا این با دو اسلوب میشن. اول که محسنین، مردمای نیک بشناسی و مردمای زشت هم بشناسی، خود در صف مردمای نیک قرار بدی و از صف مردمای زشت و از صفات از اونا خودت دور بکنی. سه قسم مردم برات معرفی میکنن: انعام شدگان، غضب شدگان، گمراهان. انعام شدگان کی هستن؟ کسایی هستن که وقت الله را شناختن، وقت دین شناختن، وقت توحید شناختن، وقت حکم الله را شناختن، وقت توحید الله را و عبادت الله را شناختن، مطابق از او عمل میکنن. ایاک نعبد و ایاک نستعین عملا انجام میدن. مغضوب علیهم کدام مردم هستن؟ کسایی هستن که کل چیز فهمیدن، الله را شناختن، پیغمبر را شناختن، کتاب را میشناسن، دین میفهمن، لکن عمل نمیکنن، مطابق علم خود عمل نمیکنه. چرا؟ دنیا از دستم نره، قدرت از دستم نره، امکانات مادی از دستم نره، امکانات دنیوی از دستم نره. اگر حق بیان بکنم، چیزی که در کتاب هست ایره برای مردم بگویم، خب از کل مردم برای من یک کسی یک روپیه هم نمیتن. کلگی میفهمه که من هیچ کمال نیست، کل کمال از الله هست. رهبر من نیستم، رهبر رسول الله صلی الله علیه و سلم است. پول من باید در راه الله مصرف بکنم، نه در جیب های شما. پس اینجا چی است؟ این مغضوب علیهم هستند که اونا به خاطر منفعت دنیا، به خاطر قدرت دنیا، به خاطر پیسی دنیا، به خاطر صلاحیت چند روزه دنیا چی میکنن؟ اینجا با آنچه که میفهمن او را چی میکنن؟ کتاب الله را در پشت سر خود میگذارن. پس اینجا چی هست؟ این مغضوب علیهم هست. و دیگهش چی هستن؟ ضالین هستن. ضالین کدام مردم هستن؟ ضالین کسانی هستن که وقتی برشان روی قرآن بخوان نمیخوانه، وقتی که سنت بخوان نمیخوانه. چی میکنی؟ ما ولی مثل راهبای نصرانیه، راهبای نصرانیت کتاب خود نمیخواندن، برده بودن انجیل گوشه یک جای مانده بودن و یا هم انجیل تحریف کرده بودن مطابق خواسته های خود. با خودشان دین جور کرده بودن، خودشان بر خود قانون جور کرده بودن و کل بدعت هایی که خودشان میخواستن ایره آوردن در دین داخل کردن. الله میگه که اینها ضالین هستن، گمراه هستن. کل بدعت ضلاله. هر چیزی که در دین از دل خود کس او داخل بکنه گمراهی هست. تو اگر میخوای که فقیه و عالم شوی، قرآن یاد بگیر، سنت یاد بگیر، اجماع یاد بگیر، قیاس یاد بگیر، دین یاد بگیر و مطابق قرآن و سنت عمل بکن. و اگر صحابه اجماع کردن، هم اجماعشان مطابق قرآن و سنت بود. اگر قیاس هم چیز را میکردن، با قرآن قیاس میکردن، با سنت قیاس میکردن. پس اصل قرآن است و اصل سنت است. از این خاطر انسان مسلمان در اینجا برش چی داده شد؟ فهم، عمل و احسان.
اول فهمیدین در آیات اول الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. باز عمل ایاک نعبد و ایاک نستعین، تخصیص عبادت برای الله، تخصیص استعانت برای الله و احسان در عمل. احسان در عمل چی هست؟ که به طریقه محسنین، به طریقه کسانی که الله برشان انعام کرده، من النبیین و الصدیقین و الشهداء و الصالحین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.